در ویدیویی تازه امیرحسین نویاسی با شوخی منتظر آندرونیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران رو لث میندازه. بهترین دوستت کی بود اون موقع؟ یکی سوا کمیریان بود، خب درو گالوسیان بود، الان اصلا ایران نیستش. رفتن دیگه مهاجرت. و دوستته؟ دوستم چند سال ندیدیش؟ خب ایشون که دیگه 10 سال رفتن دیگه. یه سورپرایز ما برات داریم از طرف برنامه ربات صلیبی. بله. شاید برای خودت هم خیلی شوکه کننده باشه. یه کسی اینجاست که ممکنه که زندگی تو کلا دچار تغییر بشه. بجا نیبود. نمیشناسیش اصلا؟ نمیشناسیش؟